مرکز یا ثقل اصلی فعالیت‌های مرتبط با انتخابات کشور در طی چند ماه اخیر طبیعتاً به خاطر حساسیت بالا در ستاد انتخابات کشور بوده، چه از 11 اسفند مجلس شورای اسلامی چه در مرحله دوم و الان هم با توجه به اون حادثه ناگواری که برای رئیس جمهور شهید دولت 13 اتفاق افتاد و 1 سال انتخابات زود هنگام برگزار شد که در ستاد انتخابات کشور از دیروز تقریبا ساعت 7 صبح خبرنگاران رسانه‌های داخلی و خارجی 10 خبرنگار در همینجا مستقر بودند و الان هم مستقر هستند تا شرایطی که در واقع برای نتایج انتخابات ریاست جمهوری 14 پیش میاد رو به داخل کشور و به جهان مخابره کنند. خب خبرنگاران از تقریبا نزدیک 24 دیشب به طور مستمر پیگیر بودند، چون از منابع غیر رسمی شرایطی رو که می‌دیدند و از شهرستان‌ها ارتباطاتی که کسب می‌کردند با توجه به شرایطی که در استان‌های جنوب غرب و جنوب پیش اومده بود با توجه به وضعیت گرما، بخش قابل توجهی از مردم در واقع ساعت حوالی 21 و 22 به سمت صندوق‌های رأی می‌رفتند و خب همین درخواست‌هایی که خبرنگاران و نمایندگان رسانه‌ها در اینجا مشاهده می‌کردند و با مسئولان ستاد انتخابات در میون می‌گذاشتن عملاً شرایطی رو فراهم کردش که با توجه به این ارتباطات فضایی ایجاد بشه تا رفته چندین بار تمدید بشه و خب سخنگوی ستاد انتخابات هم اعلام کرد که از ساعت 24 اگرچه صندوق درب شعب بسته میشه، ولی همه کسایی که در صفوف مختلف رأیگیری در سراسر کشور هستند اونها بتونن رأی خودشون رو وارد صندوق کنند. همکنون هم حدود 70 خبرنگار از رسانه‌های داخلی و خارجی اینجا مستقر هستند تا آخرین نتایج رو از سخنگوی ستاد انتخابات کشور کسب کنند و به اطلاع مخاطبان در داخل و خارج برسونند. تا الان 5 مرتبه سخنگوی ستاد انتخابات با خبرنگاران درباره نتایج گفتگو کرده و تلاش میشه که حد اکثر تا 8 صبح یا نهایتاً 10 صبح نتایج قطعی شمارش آرا رو به اطلاع برسونن. البته شرط بگونه‌ایه که باید نتایج تجمیع بشه، به ستاد انتخابات کشور بیاد و بعد از تایید هیئت مرکزی نظارت